سلام، خوبی؟ سلام، چه خبره؟ یه چند تا سوال ازت بپرسم، لطفاً دقیق و کاملا علمی جواب بده. حتما، بپرس. سوال اول: آیا مفهوم خدا در اسلام با نظریه‌های فیزیک کوانتوم مثل اصل عدم قطعیت هایزنبرگ همخوانی دارد؟ جالبه که به این موضوع علاقه داری. در اسلام مفهوم خداوند به عنوان خالق مطلق و آگاه به همه چیز در نظر گرفته میشه. در فیزیک کوانتوم اصل عدم قطعیت میگه که نمیتونیم با دقت کامل همزمان مکان و سرعت یک ذره رو بدونیم. برخی متفکران تلاش کرده اند تا میان این مفاهیم ارتباط برقرار کنند، اما این دو حوزه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. نظر خودت درباره این تلاقی چیه؟ نه، من نظر خودم رو نمیگم، میخوام از تو سوال کنم. بسیار خوب، پس بعدی چیه؟ سوال بعدی: روح در اسلام چیست و آیا میتوان آن را با انرژی‌های ناشناخته در فیزیک مدرن مقایسه کرد؟ در اسلام روح به عنوان جوهری الهی و غیرمادی در نظر گرفته میشه که به انسان زندگی و شعور میده. در فیزیک انرژی مفهوم گسترده‌ای داره و به ماده یا حرکت مربوط میشه. برخی تلاش کردند تا ارتباطی بین این دو بسازند، اما تفاوت‌های اساسی وجود داره. نظر خودت چیه؟ خب میشه چند تا از اون تفاوت‌ها رو بگی؟ تفاوت‌های یاد شده اینه که روح در اسلام یک مفهوم متافیزیکی و الهیه که به حیات و شعور انسان معنا میده و به خداوند مرتبطه. اما انرژی در فیزیک کمیتی قابل اندازه‌گیری و مربوط به دنیای فیزیکیه. یکی از تفاوت‌های اصلی اینه که روح ماده نیست و فراتر از علم تجربی است. سوال بعدی رو بپرس. چگونه آیات قرآن درباره خلقت جهان با نظریه بینگ بنگ و انبساط کیهان ارتباط دارد؟ آیات قرآن درباره خلقت جهان اشاراتی به آفرینش آسمانها و زمین داره. مثلا در آیاتی به گسترش آسمانها اشاره شده که برخی اونو نزدیک به مفهوم بیگ بنگ و انبساط کیهان میدونن. البته تفسیر این آیات گوناگونه و باید با دقت به اونها نگریست. نظرت درباره این ارتباط چیه؟ خب لطفاً یکی از اون آیات رو که خصوص است در مورد انبساط کیهان بگو، عربیشو بگو، فارسیشم ترجمهشم لطفاً بگو. آیه‌ای که به انبساط کیهان اشاره داره، آیه 46 سوره ذاریات هست و سماع بنیناها به عید و انا لموسیون. ترجمه فارسی: و آسمان را به قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را گسترش می دهیم. این آیه به نوعی به گسترش فضا اشاره داره. سال بعد: آیا دعا و نیایش در اسلام میتواند از منظر علوم اعصاب تأثیری بر امواج مغزی داشته باشد؟ در اسلام دعا به عنوان برقراری ارتباط با خداوند و طلب کمک و هدایت محسوب میشه. از منظر علمی تحقیقاتی وجود داره که نشون میده دعا و مراقبه میتونه تأثیرات مثبتی روی فعالیت‌های مغزی داشته باشه، مثل کاهش استرس و افزایش آرامش. این موضوع همچنان مورد تحقیق و بررسیه. تو چه فکر میکنی؟ نظرت در مورد قانون جذب چیه؟ آیا دعا کردن، نیایش کردن در اسلام میتونه ربطی به قانون جذب و جذب اتفاقات خوب داشته باشه؟ در اسلام شکرگزاری یکی از اصول مهم زندگی به شمار میاد و نشانه ای از قدردانی از نعمت‌های الهیه. قانون جذب میگه که افکار و احساسات ما میتونن اتفاقات و شرایط رو به سمت ما جذب کنن. میشه گفت که شکرگزاری میتونه انرژی مثبت ایجاد کنه و افراد رو به سمت تجربیات خوب هدایت کنه. در واقع افکار و احساسات مثبت میتونن روی رفتار و تصمیمات ما تأثیر بذارن و باعث جذب رخدادهای مثبت بشن. این مفهوم هم با آموزه‌های اسلامی درباره خوشبینی و توکل به خدا هماهنگه. دیدگاه جالبیه، اینطور نیست؟ این نگاه چطوره؟ خوبه. سوال بعدی: در خدمتم. آیا مفهوم وحی میتواند با انتقال اطلاعات در سطح کوانتومی ارتباطی داشته باشد؟
میشه این دو رو با هم مقایسه کرد؟ وحی در اسلام به عنوان نوعی ارتباط مستقیم خداوند با پیامکان برای انتقال اطلاعات الهی و در سطح کوانتومی انتقال اطلاعات به مفاهیم فیزیکی اشاره داره. ارتباط مستقیم مشخصی بین این دو مفهوم وجود نداره، اما هر دو نشون دهنده انتقال اطلاعات در سطوح مختص هستند. نظرت چیه؟ خب به نظرت امکانش هست که و همون یعنی یه جور انتقال اطلاعات در سطح کوانتومی باشه؟ نمیشه بگویی و گفت. انتقال اطلاعات در سطح کوانتومی به مفاهیم فیزیکی مرتبطه، در حالی که وحی مفهوم متافیزیکی و الهیه. هرچند جان تازه درک ما از جهان به ترکیب علم و دین کمک میکنه، اما هنوز ربط مستقیمی بین این دو وجود نداره. چی فکر میکنی؟